муҳтарам парвозкунандагон, тайёраи рамазони шариф ба манзил омада расид. ин рейси махсус дар як сол як маротиба танҳо як моҳ аст. аз парвозкунандагон хоҳиш мекунем камари имон ва тақвои худро сахт бубанданд. ҳавонавард яъне лётчики тайёра қуръони карим аст. ба ҳама парвози хуш таманно дорем. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزکی فراوانش ماهی رمضان آمد. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزکی فراوانش ماهی رمضان آمد. این امر خداوندی سرپیچی نکن هرگیز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. این امر خداوندی سرپیچی نکن هرگیز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. استابلیزاتر باشه این خامش دکالش نه باردوش نه اینا خفاش چیه نو لاد نگفتینم لوج نشیده که یا خراب پیشی بول میگه و بوره پیشی خراب که خراب جمودم که نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و مهمانان گرامی قدر. الحمدلله ما حضور داریم در توی قاری فرخیدین که انشاءالله خدا خواست فرزندش نه انشاءالله توی ختنوی است، توی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در سخن مبارک میگن من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی که یک سنتی من زنده گردونه، کسی که یک سنتی من دوست داره وای من دوست داشته، کسی که من دوست داره وای با همراهی من در جنت میگه. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله که همین توی خدا خواهد ختنوی توی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این دو سنت از دو پیغمبر نازنین موندگی، یکیش ابراهیم خلیل که 10 خدا خواست سنت از وی موندگی، یکیش ختنه است انشاءالله خدا خواست، و این چنین از پیغمبری بشیر و نذیر و چراغ تابان محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله این ختنه باز تکرارن برای ما سنت شد انشاءالله خدا خواست. البته این کودک الله عمری دراز دهد، رزق فراغ، در آینده خدا خواست عالم و قاری های با عمل بگردن مثل پدرشو. الحمدلله چی در جامعه چی در انشاءالله این قوم و جامعه خدمت کردنش نه الله نصیبه بدارد. از آن من اولا بار دیگر خدا خواهد ما شما را به مناسبت این توی و مناسبت فرارسی انشاءالله ماه شریف رمضان تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی این یک ماه که ماه انشاءالله یعنی امتای محمدی صلی الله علیه و سلم خداوند برای ما شما مبارک گردونه و یک ماه روزه داشتن انشاءالله الله نصیبه ما شما بگردوند و کمتر در همین فضیلت انشاءالله صحبت میکنیم عزیزان من. البته انشاءالله خدا خواهد روزه یکی از رکن اسلامه. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگه بسم الله الرحمن الرحیم بنی الاسلام علی 50 ان شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. متفق علی حدیثین. همه انشاءالله محدثا اتفاق شده گیرند.
یعنی پیامبر گفتن که اسلام بالای 5 تا ستون بناش دیگه. یکی ستونش ان شهادت ان لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله گفته ما ایمان میاریم. با کی؟ اولا به خالق و به مخلوق. خالقش الله لا اله الا الله و مخلوق محمد صلی الله علیه و سلم. همین ایمان میگن. وقتی کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت و ایمان آورد، نمی؟ وقتی که کلمه شهادت را تصدیق میکند و انشاءالله خدا خواهد مسلمان بشود. مسلمان شدن بعد در بالای گردن ما شما 5 تا چیز فرض می شود. یکم باوری به الله، دوم 5 وقت نماز خوندن، سوم زکات مال دادن، چهارم روزه ماه شریفی رمضان داشتن، پنجم طواف خانه کعبه کردن. انا خدا خواهد انشاءالله امروز رکنی که پیشواز میگیریم همین چی است؟ روزه ماه شریف رمضان انشاءالله خدا خواهد. این فرض عزیزانی من. بچه ها کسی که خدا خواهد 12 دورمد، دخترها که 9 که دورمد، در گردن این فرضه یا نبرار قرضه انشاءالله خداوند 1 ماه ما شما را امتحان کرد. در 12 ماه درونش 1 ماه امتحان میکنه کنی آیا فرمانی من میکنی می نه. این سنجش الهی است. ما 11 ماه خوردیم، 11 ماه مزه کردیم. اگه خدا خواهد 1 ماه باید که انشاءالله فرمان آفردگار را به جا بیاریم. این روزه نفلی نیست، روزه اختیاری نیست، این مجبوریه. کسی که روزه را انکار میکنه و که به من در کار نیست، یگان که روزه گیرم کافر میشه. یاد نبرار نکاح بریده میشه، زن طلاق میشه. یاد نبرار کسی چون این فرمان خداه. خدا در سوره بقره آیت 183 اعلام می‌دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میگه ای آنانی که ایمان آوردین، برای ایماندارا این فرضه، ایمان نداشتن فرض نیست. کسی که ایمان بر روز یگانگی الله دارد و یگانگی انشاءالله خدا خواهد بر روز قیامت به پیغمبر ایمان داری، باید که انشاءالله فرض گردانیده شد. مگر روزه برای شما چنانه که فرض گردانیده شده بود پیشین امتاندم. این بخصوص برای امت های محمد نیست. از آدم تا خاتم محمد علیه السلام روزه فرضه. از آدم حضرت آدم هم روزه می داشت، قوماش روزه می داشت، چی ابراهیم، چی عیسی، چی موسی. این فقط برای مخصوص محمد نیست. همه امتا، همه بندهایی که دنیا اومد روزه گرفتنش فرض و قرض خدا کرد انشاءالله. آمد رمضان میگد از سوی بهشت رسد بر مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کسی در این ماه دل آزاری کند نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. شاعر میگد وقتی که از طرف خدا اومد این انشاءالله خدا فرمان کرد که همین خدا خواهد ماه روزه. کسی که اگر خدا خواهد انشاءالله این انکار کنی، در این ماه با دل آزاری کنی، خدا نست بیزاره. حتی بوی جنت روی جنت نمیبینی. باید ما فقط اعضامونه همه وجود روزه گیره. ولی که روزه را که گرفتی از حقارت کردن، دروغ گفتن، بهتان کردن، تهمت کردن، همه اعضاد روزه میگیره. حتی که میگه پیامبر اسلام به یگان که از مبادا جنگ و جنجال کنی گو که انا صائمون، من روزه دارم. ببین جواب شه. این جوابی خوبه بی خدا خواهد. باوی کشکش نکن، باوی دست بگیره بان نشه، باوی مادر و خواهرت حقارت نکن، بلکه گوی که انا صائمون، من روزه دارم. ببینین حدیث قدسی در خدا میگه الصوم لی و انا اعز به. این روزه برای من میگه، این اجرش فقط من میتیم. این دیگر عبادت ها همش خدا خواهد دیگر. این روزه را اساسی معنی ثواب شو اجر و مکافات میداده که فقط الله میتیه خدا خواهد. چون که در 1 ماه سنجش کی روزه دارد کی روزه خره شکست نمیدوند. یا میدونید من شما به نماز اگر نماز میخونید دروغ گفته گشتن گیره یک جوره یک نمازی بامداد نخیزی یا پیشین نخیزی میگه جوره آخی نماز میخونی نخیستی نه که این ماچی من خونم دخورم شکم سیر کنم و لوام کاکا کوچه برم همه بار میکنن. لیکن فقط الله میدونه خدا خواهد انشاءالله. اجری روزه به حساب و به کتاب ای برادران.
به حساب کتاب. من عملی خوب کنه تا 700 درجه ثوابت میتید، نه که روزه ثوابش حساب کتاب نداره. الحمدلله، به عدد شکر. این روزه مهمانه، یک ماه مهمان انشاءالله خدا نزد ما و شما. این حرمت چه عزت بجا بیاریم انشاءالله خدا خواهد. این چون خدا خواهد در ماه رمضان نمیخواد دستارمون نقریبت بسته. وقتی هم خدا خواهد افطار سر میشه همی خیلی نمود میوه کش سنته. برای مثال دخترچه کودکا روزگیر کن چی دلش کشه بیار بله 1 میلیون پولت بروه، نیکی بچه که نخره خدا خواهد فقط جنت میره. اگر دختره که روزه نخره جنت میره، ایلا جنت نیست. چون که روز قیامت امینو اگر ما روزه تامین نکنیم چیزا کتی روزه نگیره پگه هزمی دوزخ میشه، تماشاش میکنی. خدا سوره تحریم ده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما خودتونه و اهل و عائلتون از آتش دوزخ خلاص کنه. از آتش دوزخ بچی میکنیش با عبادت فقط انشاءالله. با خدا خیلی لود کسی من مسلمان تا تسبیح گردوندت کدی مسلمان نمیشه. مسلمان باش از تصدیقی جانی، نه اقرار است و نوکی زبانی. این نوکی زبانت کدی مسلمان نمیشه. مشا بنده نوکی زبانی مبادا در دوزخ دایم نمانی. و با نوکی زبانت بنده نشو که دایم در دوزخ مونده میروی. برای آماده کنه شرایط شو. 1 ماه آتیس که اعلانش کرد. بچه هم گفت فقط مکتبت بره، دخترم فقط مکتب بره بخون، کار در کار نیست. این کار خودت زنت در خدا خود عدت گیرش. گفت که هم فقط روزگی که پگه طاقت عذاب خدا ندارم. روز قیامت محکمه سودیش نه الله همه ما و شما را خدا انم بچه همو کشاله میکند. انم بچه هم از گریبان میکبیده که تو در دنیا من آوردی، برای چی نماز نخوندی؟ برای چی روزه نگفتی فضیلت شد من نگیروندی؟ جواب میتیم پیش الله نه. برای یک زن با 4 کس جواب میتید. ابوالحفص کبیر بخاری در کتابش میگه که برای یک زن 4 کس جوابگره، پدر، مادرش، شوهرش، عمک و تاغاش. چون میگه ابوالحفص کبیر بخاری میگه چون که نزدیک زن شما بده، او زن شما برای من حرامه. ای بیگانه من شده نمیتونم با زن شما هم صحبت شوم. نیک شما در خدا خواهد فرضه که هر صحبتی که میشنوی رفته بچت نبگو، زنت نبگو. خدا خواهد من بعد 1 ساعت بعد بره گو که الان خیل بده، روزه هم میگرفتیم نگیرم علاج نبوده. خدا خواهد این فرض الهی بده. بگین خدا خواهد انشاءالله روز قیامت میدانی پیامبر فرمود که 2 چیز روز قیامت رو ادوکت بازی میکنن. روز قیامت انشاءالله بغیر پیغمبرا عالما روز شفاعت میکند ما و شما را. روز قیامت روزه به بهترین صورت می اومده پیش الله شمیشه که این بنده در دنیا من گفته ای خوردن و آشامیدن و جما کردن ایستا 3 تا فرض داره. هو ترک الاکل و شرب و الوطء من الصبح الى المغرب. یعنی مقصد خدا روزه چی است؟ از آشون خوردن، از نوشاکی ها آب و شربت ها نوشیدن و انشاءالله خدا خواهد از زن یک جای شدن، جاگه خوابی، از صبح صادق تا نماز شام من حرام میشد. نمیتونی خدا خواهد مبادا قصدن این کار بکنی 61 روز روزه میداری جزاش. 61 روز. 1 روز کسی که قصدن میخوری دیده و دونسته میدانی فرضه، میدانی روزه گفتن در کابت نخوردی 61 روز روزه میداری. این جزای چی است؟ خدا خواهد جزاش هستید. اون روزه نفل نیست و روزه نفل امروز به خاطر مهمان به خاطر چیز میخوریش همون روز سینه روز میداری. این در 61 روز جزا داره. روز قیامت انشاءالله بهترین خدا برای روزه دارا الهیده یک جنت دروازه داره. این فی الجنت باب یقال له ریان لا یدخلون الا فی صائم شهر رمضان. خدا روز قیامت الهیده برای روزه دارا یک دروازه دارد. فقط روزه دارا داخل میشه خلاص، دیگر یگان کس فرشته ره نمیتین. دیگه یگان کس حق نداره که همون درین جنت داخل شد. با چی کار میکنه الله سبحانه؟ 1 ماه خدا خواهد میسنجمو، 1 ماه مهلت میتی خدا خواهد میلیون مکافات در پیشه. دویم چیزی که شفاعت میکنه قرآنه عزیزان من. قرآن روز قیامت انشاءالله شفاعتگری ما و شما میشود، ادوکت میشود، پیش الله میرود. وقتی که بنده در میمونده است، در کاری ها هستن در میمونده است،
بهترین صورت من قرآن می اومده است، بهترین لباس های زیبا، جوانی خشلو می اومده است. میگفت که پیش قاری بابا منو میشناسی؟ گفته نه نمیشناسم، من همون قرآن هستم که تو در دنیا زبانی تر داشتی، دائم شب و روز بالای من میشیشتی تلاوت میکردی. در میگه دستکاش میگه لباسای جنت، تاج طلایی در سری قاری میپوشونه، میگه با دو تا دیگه لباس زیادتی داره. میگه این لباسا برای که پدرت در کجاست، مادرت در کجاست؟ بین با توفیل این قاری ها هم پدرت هم مادرت انشاءالله خدا خواهد بخشیده میشود. الحمدلله. حضرت علی بینن ایا قبرستان گذاشتن، حضرت عمر رضی الله عنه دیدن که از یک قبر دود برمده ساده است. بینین بعد 7 سال دیگر گذاشتن که از قبر نور برمده است. پیش رسول آمدند که یا رسول الله من هم قبرستان گذاشتم 7 سال پیش دود میبرمد، علاب میبرمد، امروز دود نور میبراید. گفتن همین بچهش 7 ساله شد، پیش یک ملا برده شد، به مجرد بسم الله الرحمن الرحیم یاد گرفتنش 4 کس خدا از دوزخ خلاص میکنه. فقط بسم الله الرحمن الرحیم آموزه، ولی الف لام همون، بقره همون، نساء همون، آل عمران همون، فقط بسم الله الرحمن الرحیم 4 کس، یکم پدر و مادرشه، دویم همون بچه را، سیم استادشه. الحمدلله. این بخت نیست؟ ابو امامه روایت کرده حدیث صحیح است از ظالمان. روز قیامت انشاءالله خدا خواهد در همین دنیا شما نیت کرده بودی، گفته که خدا خواهد من قاری قرآن میشم، حافظ قرآن میشم، انشاءالله یاد نمیته در سری کتاب شیشتین گیم که یک پاره یاد کرده، سوره عمه یاد کرده، 30 پاره یاد کرده و عمر با آخر رسید، وفات کردیم، از دنیا گذشتیم. خدای تعالی در قبرم یک فرشته عالم قاری را موکل میکرده، در همون در قبر خدا خود قرآن تعلیمت میداده. فردا روز قیامت محکمه سود الهی را قاری میخسته. این بخت نیست؟ قبر دهشت جا نیست، بالات نه 10 تا خاک بار میکنن، نه هوا داره، نه سوید داره، نه فرچکه داره، هیچی نداره. فجوز الله ما شما هیچ کس دستگیر شیده هم نمیتونه. همین حالت خوب نیست. خدا خواهد در تد از جنت کولپا میندازن، دریچت میکشاین، فرشته ها کتی همسو بچه ایچی، ما رو کجم کتی همسو بچه ایچی. این بخت نیست خدا خواهد انشاءالله. بینین قرائته قاریا الله که در مرتبه آن خدا خواهد سازار بشه روز قیامت. قاریا خدا میگه که بخون تا همین آخرین آیت کجایی که نرسی همون جنت من برات دادم. این بخت نیست از زانی من خدا خواهد انشاءالله. زنا بخته، روزخری بخته، عرخری بخته، آدم کشی بخته، قیمار بخته، فالبینی بخته، به نمازی بخته. بخت نیستین. این افتریتت هم نیست، افتریتت روی حقه. خدا خواهد انشاءالله 5 وقت نماز خون، خدا افتریتت برشتن میگیره انشاءالله. خدا خواهد زکاتات خدا خواهد بین قوم ده همه دیلت میندازه، همه حرمت میکنه سخی. بینین خاتم تا یک کافر گذشتگی است، لیکن از یاد سخاوتش در دنیا نامشمون دفتری خدا خواهد تاریخ انده. کافر بود لیکن سخاوت، ما شما سخاوتیم عینا درنی ما خدا خواهد انشاءالله زکاتات تیا کن. خیر ایسون بیچاره کم بغلکان تی خدا خواهد و یا هم دیگه کاشو بجوشه و یا هم خدا خواهد روزه رو بگیرن انشاءالله. خدا خواهد خیر ایسان ما های خدا خواهد باید فیراد نکن، روزه کشایتنده کم بغل فیراد کن. باید خدا خواهد خودش کن باشه، خوروندنش حرومه. ما خیریتون برای محتاجا کم بغلا بیچارا میکنیم از ظالمان. بیچارکا فیدا چه خدا یک شبک ضیافت چکش مزه کنن، کم بغلا در حق دعا کنن، از دوشی دعا انشاءالله خدا خواهد اجابت میشود، دعا انشاءالله خدا خواهد قبول میشود. چون که کی میشود؟ گیش نخرد میشود. 3 آدم چی فارش داد میکنن، نفارش دیگه میره خدا خواهد انشاءالله. ببینین روزه تا چی اندازه خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد درجه و مکافات دارد. پیغمبر حدیث امام بخاری است، کسی که میگه روزه را میگه با امید ثواب، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. کسی که میگه روزه با امید ثواب انشاءالله خدا خواهد اجر و مکافات الهی از روی ایمان باوری میگه گیرد، تمام گناهات خدا مغفرت میکنه. بعد 1 ماه رمضان دچکات ناله انشاءالله خدا خواهد گناه نیست شما ده، گویا که شما از مادر تولد شدن همچنان خدا گناه تمه بخشد. این بخت نیست؟ پیامبرتون که روزه خداوند بینن، پیامبرتون که 3 دهن را تقسیمش کرد، اولها رحمتون
و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النیران. بین دهی که 10 روز روزه میگیری الله رحمتش نسزاور میشه. الله به نظر رحمت میبیند. برای روزه‌دار میگه دو شادیه میگد. این دل افطاری وقتی افطار نکنی که ضیافت ها را کشیدی و منتظر خدا خود بانگ اذان مؤذن هستی. از خدا ترسیده شیشته که چیکار کنم حاضر دست دراز کنم. الله دیده ساده هیچ کس نمیبیند. الله میبیند خدا خود انشالله. الله دیده ساده اید. همین حالت تمام فرشته را یک بار خدا ایتاب میکرده. ای فرشته ها بینن تمام دروازه آسمون مکشاده که شما گفته که آدم نافر که خونی ناحق میرزن ما تونه عبادت میکنیم و امروز بکی فرمان کیا دارن؟ مخلوق دارن. از ترس ایمان بین منتظر گیشنش کمکاشو لوکاشو تشنه است. بین این ضیافت این برای کی خدا خواهد؟ این برای یعنی انسان. بین به نظر رحمت میدیده بود یک تا دیگرش این دل قائله. فقط خداوند روزه‌دارا را به جمالش مشرف میکنه. بهترین این نعمت در جنت دیدار الله است. هممون ان شاء الله خدا خواهد امروز چیم انتظار هستیم آرزو میکنیم پروردگار چی دیدار تته دیدار تته دیدار تته. ببینید رابعه ادویه گفته که زن است تقواش بنیاد بلند بی نهایت. ابراهیم ادهم زیارت کعبه میره که کعبه نیست 14 سال نمیراد. هر یک قدم شده 2 رکعتی نماز خونده میراد میراد که کعبه نیست. دعا میکنه پروردگار کعبه کجا شد؟ حاطف میگه آواز میتید که کعبه زیارتی رابعه ادویه برفت. وقتی که رابعه ادویه مخلصاش که تی خداخواد مریداش که تی شیشتگی بود که یا بارا گفتن بالا بین رابعه گفتن کعبه به زیارتی تو اومده است. رابعه سخن کردن من به این خانه کار ندارم و به رب کار خانه کار دارم. من فرمان رفشه میکنم. این خانه یک سنگ سیاه هست. بین خدا خدین شد. همین خیلی دوستا از شیخ سعدی میگن آنانی هستن که با پا کعبه را زیارت میکنن آنانی هستن که کعبه به زیارت او میآید. اگر بخواه کعبه بالا حقت میآید. اگر بخواهد انشاءالله خدا خواهد بینه انشاءالله خدا خواهد یکی دیگرش دعای رحمت است. خدا خواهد میاننگیش دعای مغفرت انشاءالله خدا خواهد. اگر 10 روز ما بنگی روزه رو گیری خدا تمام گناه تا مغفرت میکنه. هیچی نمیمونه انشاءالله خدا. مثل یک صابون که چرکی بدن میشه همچنان گناه دچکاد نال میشه خدا خواهد انشاءالله. و آخرون عتق من النیران آزادی شدن از آتش دوزخ است عزیزان من. ببینید آخرون کسی که خدا خواهد دهه آخر روزش میگیرد برای رضای الله ان شاء الله خدا از آتش دوزخ خلاص میکنه. آتش دوزخ برای شما حرام میشود. با همون شب آخر چی است؟ شب قدر است. شب 27 ان شاء الله هر خیر روایت ها است لیکن اصلا 27 ان شاء الله که اعتقاد همه شب قدر است. لیکن تا 27 ان شاء الله خدا خواهد چی است؟ شب قدر است که خدا قرآن میگه که استعیذ بالله لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر همیشه شب است که از 1000 ماه نه بهتر است. 1000 ماه 84 سال میشه. یک شب برای خدا اگر خواه نداری طاعت قرآن خونه عبادت که ذکر که برای 84 سال نه طاعت عبادت در ما 84 سال عمر میبینیم نه والله اعلم. چون که محمد 63 سال عمر دید. من و شما در اطراف همین میریم حواره نشیم. اگر پیغمبری ما خدا خواهد شد 100 سال و 200 سال مثل 9125 سال عمر میدید ما همو قدر عمر میدیدیم. خدا قرآن نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل متاع دنیا قلیل و الاخرة لمن اتقی. بگو ای محمد متاع دنیا اندکه. 20 سال و 30 سال و 60 سال عمر داریم. همه عمرم خزون نکنیم انشاءالله خدا خواهد. همه عمرم در طاعت همه عمرم در عبادت انشاءالله صرف کنیم عزیزانی من. این جوانای شما خدا خواهد جوانی تا دست نته. پیغمبر تن اختنیم شبابی که قبل حرمیک شما جوانیتون غنیمت دونه پیشه پیرشیدن. برای این مستفیدار میشه بعد پشیمون میشه نه کراشی. اگر خدا خواهد در جوانیت کرده که چون در جوانی رکوع سجده راست خوشرو میکنی پگه که پیر شدی ای دست نمیاد خدا خواهد. پگه پیر مثل چیه یک آدم نقصاندار میشه. اما در طهارت ملال میکنه رگشتن در دولی و ها کذا فراد میگیره. آره نشو در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل. میگه حضرت جامی میوه به نقصان بود از باغی بری نوبر است. همین خدا خواهد سیچکا میشونی زندال چکا خوشلا میشونی نوای خدا خواهد برگه که زورم میگیری خودت خستن طوری می سیبی زورم میگیری خستن میگیری وقتی که پیشی که قطر میشود.
ما شما هم همونطور هستیم. 60 نکی دور مدیم من شما هم انشاءالله تمام قطر میشیم. نشاطی عمر باشد تا به 30 سال. 30 سال خدا میسازوند. بچیل آی بریزد پر و بال 40 نکی دور مدی قناتات نچکنک تمام. بشاس آی نیابی تندرستی 60 نکی دور مدی دیگر بدن صحت نمیمونه. و کتا خوردگات پلره میانو خدا خواهد وای امروز بچه ها که دیتا تنکه خرده بیچاره سودکش کتی چوار وزمین اوش داره اوی نکسه کل با پیر میشم دوری پیری نیسترو میشم. امروز جوانی خدا خواهد غنیمت دونین سه خدا خواهد انشاءالله. 60 نکی دور من میگم جای زدگیات کتا خوردگیات سه که بعد درد پیدا میکنه. به 70 مرگی مد زیباست. همین 70 نمری میگه این بهترینه که یگان کس محتاج نمیشه. نه کت نه بچت نه زنت نه دیگهش نه. به 80 آی افتی اسبا 80 نگه به تتپوپو میشه آره نشه. هم کودک بدی با کودکی نمیگردی انشاءالله خدا خواهد. 90 نه امیدی عمر است ای یار به 100 آی شوی از عمر بیزار. 100 نکنی خودت بیزار نشه. هر روز دعا میکنیم ما 80 سال 90 سال صحبت میکنیم داملا جان میگه یک تا دعا بکن خدا تست جون میگیره. امروز کلند باشید هستم امروز بچم دوغم داره. همچنان است. کودک میشود انسان باید که صبر کنی طاقت کنی کودکان ده. تو کودک بدی بچه پدرکت خدا خواهد ناز و کرشمکتی معامله کرد که بته. بچه هم گفت چون کارت با کودک افتاد با زبانی کودکی لب باید کشاد میگه. وقتی کودک میگه نوازش که بوسش که شیرین گپ بزن اگر ریه نزد تم ریه اختصار کن. میگه بعد که پیر شد میگه همون معامله رو میگه با پدرکت بکن و هم پیر شد و هم با خدا خود کودک شد میکن چی معامله کرد تم نوازش که میگه با پدر جان گم مرمت گو جون خورمت گو برش برارش درارش رازگی شیاو ایلا جا دوزخه. جنت تمام پدر مادر دوزخ تم نبرار. پیامبر گفتن که جنت شما دو تا یا پدر یا مادر یا که یک تاش باشه یک تا جنت داری. اگر خدمت چکنی جنت میری اگر خدمت نکنی دوزخ. نماز هم قبول نیست روزت هم قبول نیست هیچ عملت به رضای پدر و مادر قبول نیست. نبرار. زنکان ده چی؟ زنکان شوهر شه. اگر شوش راضی نباشه دو پلوه 1000 لینزه شود 1000 در بجک خونه خدا خواهد کوچه نبینم و تا شوهرش راضی نیست خدا راضی نیست. رضای فی رضای زوج. روزی که شما چی؟ رضای فی والدین پدر مادر نوابسته. این خدا همه سه وابسته کرده از آنی من. برای انشاءالله خدا خواهد بین انشاءالله این ماه های دست نتیم که هممو طاعت کنیم هممو انشاءالله عبادت کنیم انشاءالله خدا خواهد. گل میگه در درونی آبای روزگیری ثوابای. هر کی روزه نگیرد او در عذابه. نگیرین اگر روزه گیری ثوابه نگیری عذابه انشاءالله خدا خواهد. فقط برای روزه خدا الله سبحانه و تعالی الله ده جزات مقرر کرده. برای چی؟ چون که فرمان خدامون نکنیم. امروز میشه فرمان مخلوق نکنیم. امروز گفتم که شفقت مزیاب گفتم که هر کار برادر سید نشه نکن کونار نکن عرق نخ فلان نکن ایتاس نمیکنی. لیکن الله یکنم 1000 سال پیش گفتاد که عرق نخ زنا نکن دزدی نکن قمار بازی نکن همش حرام ارگینال شو گفت خدا نکردی. از مخلوق میترسیم. ای خالق ترسی انشاءالله خدا خواهد انجا یک پشکت $2 همون نمیگیریش. اگر ای خالق دروغه من ای خالق میترسیم میگه با مخلوق میترسیم زنا دارم من خدا میترسیم عرق خوب من از نمیکردم میگه چیز خدا ترسی رو ترسی هم میکنی این دروغه نیرنگ خلاص نیرنگ که خدا ترس هیچ جان اگر امریکا نبوده پرتیان گناه نمیکنی کاسماس بوده زنا نمیکنی در هیچ جا نمیکنی. اون وقت خدا ترس میگن بین هممون خدا ترس ارگینال شیم انشاءالله خدا خواهد. گناه نکنیم انشاءالله خدا خواهد. طاعت کنیم عبادت کنیم. عمرها رفته است عزیزانی من. عمر گشته میایم. پیغمبر نازنین بینید همین دنیایی که من شما به کنار میگم دو تا کلمه کتی تمامش کرده. الدنیا ساعتون فجعلها طاعتون. گفتن دنیا مثل یک ساعت است در همین ساعت طاعت عبادت کرده گیر. صحابه گفتن یا رسول الله چقدر یک ساعت میشوه این کدار شبی این چه شبی. گفتن عمری گذشتگی گشته نمیآید. من گفتم که من امروز 44 ندور بدم 54 نه دیگه نمیآید که یا میآیمی ای آینده امید نیست. از من همه تا خیزاردم میپرسم که چند عمر میبینی والله علم میگوی خدا میدونه. تو می
باوری نیست خدا خواهد. هیچ کس باوری چون که مونده خط نمی از جانب خدا تا 70 نمیدونه 69 سال گناه کو 69 نکه دور مدی توبه که من میبخشم. نه خود تفریب نکن. و یا پیغمبران میدونستم، پیغمبران نمی اومد. حتی محمد پرسید اومده از راه که جون تا بگیرم، نه منو تا نمیپرسم. منو تو در بولاق میستاده که فرمان میشه او اجرا کنه. او پوسته نبک تا پیری تا پیر میشم تا میلیون آدم میدونه من نفقهش نگفته مرده برفت. بسیار جانن که نمه من پیسه برام میگه میخونم، نفقه برام میخونم، نفقه اتش بورمده نگفته مرده برفت. ولی همین نفقه امید نکن خدا خواهد. گفتی عربا نه که لا تتأخر عمل یومین لغدین، کار امروزه به فردا نگذار. تو امروز میگه وقت غنیمت شمار که فردا دامد نآید بکار. در اینجا عزیزان من صحبت به پایان میرسانیم. انشاءالله الله مناسب بیند با روزهای خوب هم صحبت میشیم انشاءالله خدا خواهد. اساس سببش میکروفون شد که مثال انشاءالله با شما بسیار صحبت میکردیم. خیر اینم میشد خدا خواهد. اینم از بالا چون که اینم به اذن خدا پای انسان خار نمیزنه. اینم از جانب الله خدا خواهد انشاءالله شد. لیکن شد الحمدلله. من حضرت نیاد کرادیان خدا خواهد الله بنیت رسون انشاءالله خدا خواهد. شما میتونین این و ما در صدای قرآن تگی ما کانال داریم. اعضاشین هر جمعه هر موعظه ما یوتیوب نمیره خدا خواهد. کانال داریم خدا خواهد. اعضاشین هر چی سوالات باشه نیستین خدا خواهد. هر هفته ما سوال شما با جواب میگردونیم. ماه رمضان یگان سوالا پیدا شود هم کانال ما در اعضاش نیستن خدا خواهد. ما گروپ داریم شریکا با کار میکنن و سوالای شما گفته با ما اعلام میکنن. ما با در جمعه ها در ملکه ها البته سوالایی که مهمه شما خدا خواهد جواب میگردیم برادر. ببین که هممون بنده خدا شیم، امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شویم. کار امکنه که روز قیامت شرمنده نشیم. نه در این دنیا خدا خواهد نه در این گناه میکنی با چقدر عذاب بار میکنی. یک زنک از زنا بره خدا خواهد 6 ساعت چتاین میکنی پول میگه چیز میگه لرزیده میره یک کس نبینه ببینه یک خدا بدیده سید که ناانصاف خدا میبینه. اگه خدا خواهد کو حضرت یوسف ابی 40 درش محکم کرد خدا خواهد خدا نجاتش داد. دروازه تیت پیچیده برفت خودش زنجیرها کندش برفت الله اکبر بگریخت چون که برای خدا گریخت. ما شما خودمون در دل ما با اخی عرخلات مغزی هم عرخونه میروه و سنت نیست میدونی هم جاره که نراخی با میگه نموندی رو تصیه بگی خود دلت کشیده است دوای گوه خدا خواهد گیرمش. نه ای خدا تصیه گر نمیره همونجا. ای خدا به تصیه خدا خواهد شما میدونی همونجا عرخه میکنم اختلافی زن و مرده ای سنت نیست رفتنش. سنت جایی که خدا خواهد محفیده که قال الله قال رسول الله باشه من همه گریخ برفت. همینجا خدا خواهد اگر جورابک مراد فهمی اول خدا خواهد کاری هی گوارنگی تا می اومد کشاله کرده گواره یا نمی اومد می و تکلیف نیست نه که باید تا میگه چمن گم که تو نمه ما تکلیف نکرده و عکس نکته کی تکلیف داره و ایمن خونات پریرسه داسته که گوارنگی تو اچت پچت بروا دایده میای کو کالاقشی میگریزی تاکه میگریزی تو خلاص نشه خوال نمیشه. تو خود میکنی که من اینجا نامدم و خدا نمیبخشد تا نماز نکنی تا عبادت فرمان خدا نکنی. بخشش نیست عزیزانی من. پخته گوشت گی بخت بیا طاعت که عبادت که افترته درم رای خدا خواهد انشاءالله. گفتی شاه مشرب میگه که گر زی دستت بیاید مرچه را آزار نده. همین مرچه هم آزار نمیده میشه با بالا عکس میپری که همین هم مخلوق خدا. همین خیر اسلام دین اسلام دین آدم کش نیست، دین تروریست نیست. ایاد نبرار این چیزا. ما یگان من 44 ساله امام هستم یگان کس کشتم بگو یگان کس زنا کردم یگان کس خدا خواهد آبروش ریزوندم یگان کس زیدش کار کردم. نه فقط الله داره. من چی میاد به سرت همش خدا میبینیم بعد ایمانی کامل میشود. این همین است. این حق آسون نیست. هر گونه سنگ آمده زدن نگیرن هر گونه تهمت ها هر گونه آفت ها همش مثل پیغمبر صبر از صبر من الایمان صبر بکن انشاءالله خدا خواهد. ولی من از دانی من حضرت قاری خدا خواهد با اجازت میتیم یک از قرآن بزرگ خدا خواهد تلاوت میکنن بلبلای محمدی صلی الله علیه وسلم یک چخچق میکنن یک راحت میکنیم و در حق این محفل خاندان دعای خیر میکنیم انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شما دعا کنید با جان دعا کنید نه از شما اجابت میشه دعای مسافر آمین 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 وصدق رسوله النبي الكريم آمین ونحن على ذلك من الشاهدين آمین إلى روح سيدنا آمین نبينا ومولانا آمین محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم وآله وأصحابه آمین وأهل بيته الكرام آمین اللهم اغفر لنا آمین ولوالدينا آمین ولأجدادنا آمين. ولجداتنا ولمن له حق علينا آمين. ولجميع أمته محمد صلی الله علیه وسلم آمین وقنا ربنا شر ما قضيت آمین وقنا عذاب النار آمين. وعذاب القبر آمين. وعذاب يوم القيامة آمين. واحشرنا مع المتقين آمين. والأبرار پروردگار این که دی صاحب دستگیر آخرت آمین شایبان قیامت آمین این خوانده شده آیت شریف پروردگار گذشت برفتی پدر آمین. مادرها این سلوشند شهر چند آمین. کلمه گویان اهل اسلام هموشون آمین. شاد آمین خبرهاشون منور گردان آمین پروردگار این صاحب خانه هم گذشت برفتی آمین. هموشون گذشته باشون خدا رحمت آمین این یاش دو که عمرش رزقش برکات آمین. پروردگار هممون اون سفید ماه شریف رمضان مبارک کن آمین. از همین رحمت ها مغفرت ها آمین عتق من النیران و ندم لبتن اصحاب رسا هممون بحر من کردن آمین. پروردگار این دنیا همه عاقبت میں آخرت میں آباد کن آمین از شفاعت رسول الله هم نصیب دار کن آمین دیدار مشرف گردان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتك يا الله اکبر خوش آمده خوش آمده خوش آمده دعا کنید آمین پروردگارا آمین. خوراکمی هم عمرشان برسد آمین. برکات آمین. آمین این خلق دائم پیشواز شده منم تو نصیحت خوب کرده آمین. همه خلق دلش شده
هر زنگ زدگی دلهای پروردگار خودشون شده از این کسا ذریاتشون فرزندانشون همتی عالم علماء ها برون کن همونی هم پروردگار برفتنان به ظاهر ایمان که برفتن الله اکبر شما ده رحمت سلامت باشید